تراش‌هایی که کلا تقارن دارن، مثل تراش‌های گرد، تراش‌های حتی کروی شکل. بازم کروی شکل بستگی به نوع نقشش داره. تراش‌های 6 ضلعی، 4 ضلعی، اینا خیلی کات‌ها راحت‌تر انجام میشه ولی تراش‌های نامتقارن عین اشک 5 ضلعی، اینا خب به مراتب حتی تو خود بیزی اینا کار سخت‌تره. دلیلش هم به خاطر اینه که اون نامتقارن بودنه باعث میشه که زوایای ما و شاخص‌های ما دائما در حال تغییر کردن باشه. الان گردل کار ما مرحله پراپالیشش انجام شده و سطح کار ما سطح بسیار تمیزی شده، یعنی آماده شده برای مرحله پالیش نهایی. البته ما کل فسادهای پاویلیون رو پراپالیش میکنیم، گره ها رو به هم میرسونیم و بعد میریم سراغ مرحله پالیش نهایی. میبینید که داخل سنگ از طرف گردل قشنگ پیداست و این مشخصه که خیلی خوب سطح ما قبل از پالیش کارش انجام شده و حتی باربرداری هم برای تقارن درستمون به صورت مساوی بین هر کار تقسیم شده. خب آماده میشیم برای ادامه بقیه فسادها تا برسیم به مرحله پالیش نهایی. مرحله پراپالیش ما با موفقیت انجام شد. گره ها دقیقاً روی هم افتاده و کار بسیار عالی پیش رفته. یه نکته رو من خدمتتون بگم در مورد حالا این نوع تراش. همینطور که ما از ردیف های پایین به سمت ردیف های بالا اومدیم، مساحت یا همون سطح ما کمتر شد. من سعی کردم مثلا اگه اینجا دارم از دور مثلا 1200 تو ردیف های نزدیک گردل استفاده میکنم، سطح بزرگتری داره. ردیف های بالاتر که خیلی کوچیک میشن و از مثلا دور 500 استفاده کنم. به همین ترتیب مثلا 100 تا دورامو کم میکردم که سنگم یهو خورده نشه. و عرضم به حضور شما که این یه نکته بعدی در مورد قسمت انتهای کار، کیولت کار ما هست. اینجا به صورت یک نقطه تیز در اومده. تو این قسمت یه حالت گرد داریم، یه حالت تخت داریم که به هر حال این باید زده بشه. من اینو آخر کار میزنم، یعنی بعد از اینکه پالیش تمام مراحل من از 1 تا 9، یعنی گردل به اضافه 1 تا 9 زده شد. 9 ما الان به صورت کیولت تیز هست. تمام اینها انجام شد. آخری یه تراش تبدیل 45 درجه رو دسته میبندم و شروع میکنم به تراش و پالیش قسمت انتهای ده که اونم فیلمشو براتون میذارم. عرضم بزرگتون ببینید توی این نقشه و بیشتر نقشه ها اکثرا ما زوایای صدم داریم، یعنی مثلا تو ردیف دوم تو پاویلیون زده 64 ممیز 60 صدم درجه، یا سومی زده 53 و 20، چهارمی زده 43 و 80. حسن دستگاه 1 صدم به این شکله که ما زوایامون رو به راحتی میتونیم اعداد اعشار صدممون رو اینجا تنظیم بکنیم. خود همین یه عامل بسیار بسیار عالی میشه که کارت‌های ما خیلی منظم، بدون که ما بخوایم زوایای چیتری یا هر موضوعی رو کم و زیاد کنیم، خیلی با نظم و درست پشت سر هم بشینن. و این هم میشه مخصوصا تو همچین سنگ مثلا به قطر 10 میلیمتر بخوایم 115 کات مثلا ما رو به پاویلیون داشته باشیم و رو همچین قطری
اگه دقت کنید اینجا من بتونم فیلمشو نشونتون بدم، اندازه‌های خیلی کوچیک اینجوری کنار هم چیده بشه. و خب این مرحله پراپالیش ما که انجام شد و ما دیگه کم کم آماده میشیم برای مرحله پالیش نهایی. الان میخوایم بریم به مرحله پالیش نهایی. من یه توضیح در مورد نحوه ریختن پودر الماسه روی صفحه بدم و یه توضیح هم در مورد این صفحه بدم. این صفحه کورین هست با کیفیت بسیار عالی. پالیش سطح روش خیلی خوب خورده از شرکت گوهر صنعت و ضخامت 12 میلیمتر. پالیش روی این صفحه بسیار بسیار عالی در میاد. خب من مقداری روغن زیتون میریزم روی صفحه کورین. البته یک قطره کفایت میکنه. یک قطره‌ای که من میریزم خیلی زیاده، یعنی من با دستمال کاغذی 2/3 اینو باید بردارم، یعنی 1/3 کفایت میکنه، یعنی 2/3 این قطره زیاده. و من حالا با تجربه، یعنی تجربه هر کسی یه تجربه و حتی خود پودرها هم بعضی وقتا فرق میکنه مقدار روغن خور بودنش، اونم یه قلقه خاص خودشو داره، ولی به اندازه‌ای که خیلی هم زیاد روغن نریزید، چون وقتی پودرتون هم خیلی زیاد رو صفحه باشه کار جالب نمیشه، پودر کم هم کار جالب نمیشه. پودر باید به نسبت مناسب باشه. خب بعد از اینکه من روغن رو روی صفحه ریختم، به مقدار خیلی کمی پودر الماسه خودمو که اونم باز به صورت تجربی هست میریزم. حالا اگه تو فیلم مشاهده بکنید این اندازه پودر الماسه با اون 1/3 قطره روغن کفایت میکنه. در ادامه سعی کنید از همین دستکش‌های لاستیکی که توی داروخونه ها هست استفاده بکنید که هم دستتون پودری نشه و همین که به حساب با دست پودری به دستگاه نزنید که دستگاه بخواد کثیف بشه و این موارد هم حالا کلا رو اصول کارتون رعایت کنید.